در همین ارتباط گفتگویی داریم با آقای رحیم بندویی، نماینده حزب بلوچستان از لندن. آقای بندویی سلام بر شما و بسیار خوش آمدید. ممنونم. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان محترم شما همچنین. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. آقای بندویی، چه مسئله‌ای باعث شد که این احزاب به صورت مشترکاً یک بیانیه‌ای رو صادر کنند؟ نزدیک بودن اون اندیشه هایی که برای آینده ایران در نظر دارند به اضافه معضلاتی که همکنون جامعه ایران با آن دست به گریبان هست، در نتیجه به عنوان احساس مسئولیتی که در میان این تشکلات سیاسی، مسئولان این تشکلات سیاسی بودیم، به گفتگو نشستند و پس از مدتی به هر حال به همین تفاهم نامه‌ای که ملاحظه فرمودید رسیدند و پیگیر این قضیه خواهند بود. آقای بندویی، احساس میکنید که چقدر این گونه بیانیه ها بتونه تأثیر داشته باشه در اون؟ چون به هر حال چیزی که در این بیانیه، در این موضوعی که در این بیانیه خیلی برجسته است اینه که از جمهوری اسلامی عبور بشه. چقدر فکر میکنید که این اتفاق بیفته؟ این اتفاق توسط حزب یا احزاب اندکی اتفاق نخواهد افتاد. مسئله عمده همبستگی پیوسته و یک همبستگی گسترده در میان اپوزیسیون هست که خوشبختانه الان احساس میشه که بیشتر اونهایی که برای احساس مسئولیت دارند از اپوزیسیون بیشتر آمادگی برای رایزنی دارند و به اون مسائلی که قبلا به عنوان تابو بود همکنون با توجه به درک واقعیت هایی که جامعه ایران با آن دست به گریبان هست راحت تر با هم دیگه گفتگو میکنند و به رسیدن به تفاهم نسبت به گذشته آسان تر شده است. در نتیجه این همبستگی با توجه به باورهای مشترکی که در میان این تشکلات سیاسی گوناگون در واقع هستش، بیانگر این قضیه هست که پیگیر قضیه خواهند بود. پیگیر قضیه منظورم بیشتر به این شکل که یک همبستگی گسترده وجود داره. همچنان که متوجه شدید این در واقع یک فراخوان هست برای شکلگیری یک اپوزیسیون گسترده تر. یعنی قبلا هم این بحث پیش اومده بود که خیلی ها میگفتند یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خارج از کشور دارن اینه که اتحاد ندارن. به نظر شما این گونه بیانیه ها و این گونه اشتراکات میتونه این مسئله رو و این خلأ رو از بین ببره؟ قطعا تاثیرگذار خواهد بود، به دلیل اینکه اون نکاتی که در واقع مورد بحث قرار گرفته و به هر حال یک توشکنی‌های در واقع باید بگم شکل گرفته، این باعث شده که در فضای اپوزیسیون دموکرات ایران و حتی غیر دموکرات ایران بحث ها و مجادله های روی اون واژه ها و مقوله هایی که به عنوان تابو بوده است شکل بگیره. ببینید عمدترین مسئله ای که در واقع الان از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی تا الان در میان اپوزیسیون باعث شده است که کمتر این اتحادها به وجود بیاد، تابوی تقسیم قدرت سیاسی بوده است در جامعه ایران و با توجه به اینکه عملاً جامعه ایران یک جامعه متکثر هست، متشکل از ملت‌ها و اقوام گوناگون هست و هر کدام به هر حال یک تاریخچه برای خودشون دارن، اینه که هیچ وقت اپوزیسیون مرکزگرا در گذشته این مسئله رو به عنوان تابو میدید و حاضر نبود در ارتباط با تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی ایران آینده به گفتگو بنشینند و در واقع ایران رو فقط به عنوان یک ملت میدیدند با تمام اون مسائلی که در ذهنیت خودشون داشتن و یا به شکلی به هر حال اقوام رو میدیدند که تشکیل دهنده این ملت بزرگ به قول خودشون هست. اما وقتی که مسئله تقسیم قدرت سیاسی برای جلوگیری از استبداد مطرح میشد، صحبت میشد و به طور مشخص سیستم فدرال که در واقع یک سیستم جا افتاده است مطرح میشد، فوراً اتهام‌های تجزیه طلبی در واقع به ملیت‌ها یا به قول اون دوستان اقوام داده میشد و میگفتن که برای این ابتدای وسیله است برای تجزیه ایران، حالا که برعکس ایران تاریخاً به عنوان یک سیستم فدرال سنتی بوده است، با توجه به اینکه به هر حال ملیت‌ها مختلفی در گوشه‌های مختلف ایران هر کدام به شکل‌های به هر حال مسائل درونی خودشون انجام میدادن، یعنی یک نوع حاکمیت در هر منطقه‌ای دست خود اونها بوده به اضافه یک حاکمیت مشترک. در نتیجه به شکل سنتی در واقع این سیستم وجود داشته است. اما الان که ما وارد یک دنیای مدرن شدیم، لازم است که اون سیستم گذشته به شکل مدرن مطرح بشه و به شکل مدرن در واقع مدیریت بشه و دقیقاً عین همین قضیه است. اگر دقت بفرمایید در زمان انقلاب مشروطیتی ایران
دقیقاً انجمن‌های ایالتی ولایتی مطرح شد در قانون اساسی، اما متاسفانه پس از کودتایی که توسط انگلیسی‌ها در واقع شکل داده شد، اون قانون اساسی انقلاب مشروطیت در واقع پیچیده شد و یک قانون اساسی بسیار متمرکز در ایران حاکم گردید. الان هم که جمهوری اسلامی اومده در واقع با تمام آنکه به شکل‌های اشاره‌هایی در ارتباط با این قضیه رنگارنگی جامعه ایران و برقراری یک سری از حقوق‌ها حداقل باشه، اما هیچ وقت عمل نشد، به دلیل اینکه سیستم‌های مرکزی که در واقع قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران رو در دست دارن بسیار بسیار تمامیت خواهند و میخواهند همه چیز رو حول خواستهای یک فرقه خاص تنظیم کنند. مشکل این و اینکه آقای بندوی، آیا این بیانیه‌ای که صادر شده بعد از این بوده که نشستی بین رهبران این سازمان‌ها صورت گرفته و یا یک بیانیه‌ای بوده که یک حزب خاص نوشته و به امضای چند حزب دیگر رسیده؟ این قضیه برمیگرده به گفتگوی حداقل چند ساله و در واقع آخرین نشستی که به شکل فیزیکی، به شکل عملی در واقع اتفاق افتاد برمیگرده به 1 ماه قبل که سران احزاب، مسئولین احزاب در واقع دور هم جمع شدن و پس از جمع شدن تصمیم گرفتن. من میخواستم به این مسئله اشاره کنم که آیا به راهی هم سنجیده شده که با جنبش‌های درون ایران هم ارتباطاتی برقرار بشه؟ 100%، به دلیل اینکه محور رو ما جنبش‌های درون ارزیابی می‌کنیم. جنبش‌های درون هستند که در واقع میتونن سرنوشت ساز ایران آینده باشند. 100% برنامه‌ای تنظیم شده است و برنامه‌ای هم به اجرا در خواهد آمد. صحیح. بسیار متشکرم از آقای رحیم بندویی، نماینده حزب مردم بلوچستان از لندن که در این بحث همراه ما بودند. متشکرم. مرسی.